این چیز رو داده ای ها؟ اکنون مرا با دقت گوش کن تا سر. اینقدر سال شما چی بیرحمی در این سرزمین نکرده اید؟ زیرا شعار حقوق شما، آزادی شما، به خاطر دموکراتیا با این شعارهایتان برادر را با برادر دشمن کردید. با عیب شما به بالای این سرزمین بمب‌ها پرتافته شدند، زنها مردند، کودکان همه جا آغوشه خون بود، آدمانی زیاد کشته شدند. کودکان پاره پاره شدند، عائله ها از هم جدا شدند، آدمانی زیاد محو شدند، ولی کسی را به این پروایی نبود. همینطور نه؟ برای اینکه شما تنها ریختن خون دیگر نفران رو میدونید، تو به حال دیگران پروا نداری. چولاق آرام شو. تو دمت را گیر. حاضر من کار را با این برخلطه اخلاق به انجام رسانم، انا بعد نوبتی تو می شود. رفتیم، من تو را آگاه نکرده بودم. چند مراتبه من تو را آگاه کردم و تو نگفته بودم که مرا نادیده نگیر. فرق من و تو چیست میدونی؟ من پرچم دارم، پرچم وطن، ولی تو پرچم نداری. پیتاوی پای گدایان از پرچم تو. آنجا گرزید روید از اینجا، گرزید. اشهد الله کردلی. تسلیم شو، سلاحت را پرتو. چولاق مرا خوب گوش کن، من میایم. چطور؟ به کجا میایی؟ میبینی قماندان، پس از 2 دقیقه فرود می آییم. دختر جان گرسنه نیستی؟ دخترم نازلی. ها؟ لبای؟ پرسیدم که گرسنه نیستی، نشنیدی؟ نشنیدم، گرسنه نیستم. جانم این خیلی ممکن نیست. تو تماما چیزی نخوردی. تو باید یگان چیز